سلام دوستان، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من میخوام در این ویدیو به شما آموزش بدم که چطوری بازی سوپرمارکتی PC رو مودش کنید یا پولاشو بی‌نهایت یا هر چقدر که دوست دارید بکنید. فقط یه چیزی دوستان، قبل از اینکه بریم آموزش رو شروع کنیم لطفا ویدیو لایک کنید، چنل من رو دنبال کنید، کامنت هم بذارید. و خواستم بگم که من کلا برای PC چیزای مود شده یا کارهای مود شده انجام نمیدم، فقط برای اندرویده و میدونم اصلا ربطی به کار من نداره این ویدیو، ولی خب دیگه گذاشتم گفتم یه تنوعی بشه. و اگر دوست داشتین بازی لایف استریم سیمولیتور 2 هم آموزش هک کردنش رو براتون بذارم، حتما داخل کامنت ها بگید که بازی لایف استریم سیمولیتور 2 هم مودش رو بذار و من هم سریعا میرم براتون میذارم. پس دیگه بدون معطلی بریم شروع آموزش. لیتس گو. اول من بعد بزنم رو نیو گیم، چون که چیز کردم قبلا مود کردم دیگه خراب میشه. بعد قبل از اینکه شروع کنی شما نیاز به برنامه چیت انجین دارین. حتی من باز بده ببندمش. خب نیاز به برنامه چیت انجین دارین که این آیکونش الان براتون میذارم و این آشش. این برنامه نیاز دارید و بعد از اینکه دانلودش کردید فعلا کاری باش ندارید. میرین وارد بازی میشین. بعد وقتی وارد بازی شین، بله اینجاست که بازیه. میریم اول اینجا. حالا خرید نمیزنیم، هیچی کاری نداریم. الان ما چیت انجین رو باز میکنیم. خب وقتی که باز کردیم میایم اینجا و روی این قسمت که یه مربع قرمز و سبزی کشیده روش میزنیم و عکس کامپیوتریه و این بازی رو انتخاب میکنیم دیگه. بازی رو انتخاب میکنیم. بعد که بازی انتخاب کردیم اینجا هستش این قسمت که آبی شده میزنید و روی ال میذارید، یعنی همه رو انتخاب کنه، همه رو بی‌نهایت کنه. و اینجا مقدار پولی که داریم رو وارد میکنیم 50 دیگه. شما به اون عدد باقیش کار نشون، فقط این چیز 50 شو بنویسید و میزنیم رو چقدر زیاد آورد. الان ما هدف هستمون اینه که یه دونه نگاه کنیم، جستجوها یه دونه باشه. خب چون که با یه دونه ما فقط کارمون رو هم میفته. پس اینقدر بزنیم که برسه به یه دونه. حالا به چقدر آورد؟ 430 خورده هزار آورد. حالا ما مثلا تغییرش بدیم، میریم تغییر میدیم، یه خریدی میزنیم، مثلا اینو میزنیم و میخریم دیگه. فعلا به بخش هیجان انگیز این کار نرسید. بعد خرید کردیم شد 12. الان پول ما $12. $12 50 رو کار می‌نویسید 12 و اینجا نکست اسکن رو می‌ذارید. حواستون باشه نکست اسکن دیگه اونی که نمی‌ذاریم. 5 تا برامون آورد، بازم زیاده. گفتیم که هدف ما به یه دونه است. یکی دیگه میگیریم. گفتیم منش $3. خب دیگه با اون 80 اینا کاری نداشته باشین، شما اونو بنویسید 3. الان نکست اسکن، بله یه دونه آورد. قشنگ خوشم میاد. بار سوم میگه یه دونه برات میاره. دوباره روش کلیک میکنید، روی این چیز جستجو که براتون دوباره روش کلیک میکنید. بعد که دیگه اومد اینجا این آخر نگاه کنید، توجه داشتید این آخر دوباره روش کلیک میکنید، این صفحه براتون باز میشه. پنجره اینجا بخش اصلی آموزش اینجا. البته بقیش هم اصلی بود ولی مهم بود. اینجا خیلی خوبه چون که میتونید به چیزی که میخواید برسید. مثلا تعداد مبلغی که دوست دارید، مثلا من میذارم 1 میلیارد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الان من 1 میلیارد زدیم. دوستان یه لحظه صبر کنید، توجه کنید که اینجا ما نمیتونیم عدد بیشتر از میلیارد بزنیم، نه 1 میلیارد کلا عددی رقمش واحدش از 1 میلیارد بالاتر باشه دیگه اصلا بازی کرش کنه، خراب میشه. بعد 1 میلیارد باشه یا دیگه کمتر میلیارد باشه. من دارم 1 میلیارد نه بیشتر میلیارد 1 میلیارد میشه. خب حالا بعد که زدیم روی اوکی میزنیم. چی شد؟ نشد. شوخی کردم. الان فعلا مود نمیشه. ما بعد اولی خرید دیگه بزنیم و نگاه کن اینجا هم زده 1 2 3. آماده اید؟ 1 2 3. حمل شاهانه بکن پیروز و مردانه بکن. قشنگیه وای، آدم دلش خنک میشه بالاخره.
بعد مولارن دلگوان هیچی دیگه. خلاصه که از ما پولامون مد شد، مدامون پول شد. الان هرچی که دلمون میخواد میخریم. کم شد، کم میشه ها، نه اینکه همینطوری بمونه. قشنگ حال کنی عزیزان، حال کنی با این آموزشی که براتون آوردم. اصلا دیگه بیشتر از این میخوای نه بهتر از این میخوای، دیگه چی میخوای خودیه. اگرم بچه آموزش فراری و آموزش نصب یعنی مود کردن بازی لایف استریم سیمولیتور میخوای حتما بگید. دوش یادم میره، بگید تو کامنت بگید، من حتما براتون میذارم، سریع براتون میذارم. خب بعد دل خب زنگوله رو حتما بزنید که وقتی گذاشتم ببینیدش، نگید چرا نذاشتی. ببین من گذاشتم. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردیم، امیدوارم که لذت برده باشید. لطفا تا اینجا که اومدین لایک، فالو، زنگوله بغل هم بزنین، دینیک فعالش کنید تا هر وقت من ویدیو رو گذاشتم شما با خبر بشید. کامنت هم بذارید که اگه خواستین براتون بذارم تو کامنت ها بگید میخوام. خب بگید میخوام براتون، دیگه میذارم سری ویدیو رو. بعد دیگه چی خواستم بگم؟ هیچی دیگه. چیت انجین هم نیاز دارید برای این آموزش و همین دیگه. خلاصه تموم. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین. تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار. بای.